و چینل تازه ما شما را خوش آمدید میگوییم. خب باز 1320 آرش کارنتی است. چاپ کرده زور است. هم یک خانه یک فقیر خوش شود، هم دعا بکنند، هم دختر ما صحتیاب شود. اصلا نبرم اسکری ببرم. چند بتون براتون؟ دل اختیار دیگه. نه شما بگین دیگه. دیگه ما نمیگم اختیارم باز دست تو. 4900 افغانی جمله شد 29820 افغانی. همین دور ده اعتبار به خدا میکنیم ما دردتون نیاد. چند نفر نانخور داره؟ ما بیاییم یعنی ما 10 نفر نانخور. یعنی میره خانه ببرین من پیسه چی را براتون میتم؟ یعنی 100 افغانی به خاطر که زحمت کشیدیم براتون من میتم 500 افغانی میشه. خانه آباد بسیار زیاد تشکر. این برگ سبز صوفه درویش یوتیوب چنل ما را سابسکرایب بکنین، با دوستا و عزیزتان شیر بسازین تا اونا هم ما را دوباره حمایت بکنن. بیننده های عزیز یوتیوب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز 10 مارس که مصادف است با 20 اوت 1403 هجری خورشیدی و چینل تازه ما شما را خوش آمدید میگوییم. خیلی جگرخون هستم که گاهی اوقات کلمات از پیشم فراموش میشه واقعا، اما به حمایت اشد شما ضرورت داره. یوتیوب چنل ما را سابسکرایب بکنید تا ما دوباره بدرخشیم، دوباره از صفر آغاز کردیم تا به اینجا رسیدیم، دوباره خود برسیم. یک تشکری ویژه میکنم از شادخت قدسیه که به مبلغ 25200 افغانی و بیبی جان قدسیه 6500 افغانی برای ما ارسال کرده است. شادخت قدسیه برشان شفای عاجل میخواهیم، میوب است، از درگاه الهی برشان شفای عاجل میخواهیم، خصوصا در این ماه مبارک رمضان. صدقه تان خداوند قبول بگرداند. ما مطمئن هستم شاید پدرش همین پسر اگر میگرفتن در سر تداوی دخترم مصرف کرده میتونستن، اما گفتن که بیاین که هم یک خانه یک فقیر خوش شود، هم دعا بکنند، هم دختر ما صحتیاب شود. براتون دعا میکنم که بخیر زود خوب شوید. بانو یا شادخت قدسیه ببخشید. ما امروز مواد خوراکی میگیریم 3 قلم. آرد است، روغن است، برنج وطنی است. ایره میگیریم و در زرنج بار میکنیم، از اینجا میبراییم. فقط هر کسی که خداوند نصیب و قسمتش ساخته بود جز 2 نفر که ما انتخاب کردیم، چون خودم رفتیم دیدیم و دوستا بریم پیشنهاد کرده بودن. فقط نفرها را دیگه ما دیگه سر سرک یک جایی که مثلا اگر 1 نفر نشسته باشه برشان این کمک برشان تسلیم میکنیم، چون اگر 10 نفر چون در هر چوک 10 نفر و 20 نفر نشسته است ما نمیتونیم به همگی این کمک ناچیزه برسانیم. به هر صورت تا آخر دقایق برنامه با ما باشید. بیننده‌های عزیز، ما که هستیم مشتری وطندار هستیم. دفعه چندم است که پیششان میایم مواد خوراکی از پیششان میگیریم. ببینیم که امروز برای ما چند حساب میکنه. 3 قلم مواد ما میخریم. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ خیر خیرت؟ سلامت باشین. نامتان؟ محمد عارف. عارف جان چطور است امروز ماه مبارک رمضان؟ میگذره بخیر؟ سلامت خانه آباد بخیر باشه. ما 3 قلم مواد کار داریم. خب آرد اول چند است، دوم چند است، سوم چند است؟ آرد اول فعلا خالنچاب است. ها خالنچاب بازار 380 رو تنش میگه. 380 رو تمام میشه.
استقلال کردیم سرش پایدر میمونه. چند است آخرش؟ 14 سال خودشون. 14 یک بار دیگه است اصیل آرمان میگن. خب از قالینچوب که پایینتر است باز بیخی به دویم نیست، دویم میشه علاوه است. خب او باز 1320 رو آرش کارانتی است. قالینچوب که زور است ان شاء الله. 1320 و سوم چند است؟ سومش 12 سال. 12 سال. خب او دومش که گفته که از قالینچوب هم زور است، آخرش چند حساب میکنی بریم؟ اون 1320 مثلا. نه دیگه از پایین بیا. ما خو مشتریت هستیم. شما فکر بکنید که دتون برای سر ما میفروشین. فکر کنید که عمدن میفروشین. چون از ما از قریب نیم تون هم میشه دیگه. من 13 سال حساب میکنم. 1300 یک دقیقه. 1300 خب جمع 5 لیتر چند است؟ 5 لیتر هم در خود 490 حساب میکنم. نه یک درب دیگه پایین بیا. خیلی نرخ نه ما برای ما معلوم است. ولی بلا نگفت 480 تمام میشه. اون 80 تمام شد دیگه چی میگه؟ 80 سنگه؟ 80 خیلی است. 480 جمع. برنجی وطنی کم پالوی شود اگر شوله خم میشه. چند است؟ این برنجا نیست، یک برنج است و خاص برنجای پلو هم شوله هم پلو شوله گارانتی است. چند است؟ 370 حساب میکنم. سایکو بخاطر خوب بالا میره که باز ما رو چنه بزنم پایین بیاره. همین برنج از 4.5 ساعت 5 ساعت کامل برنج بارا میگه. نه یک ذره دیگه تخفیف یک ماشین حساب تا بگی ورا. اونم خیر از 20 کم میکنم. 350 350 خب یک دقیقه ضربه درست است. برای 13 نفر 13 دانه از آرد 13 قطعه روغن 13 سرم برنج. صحیح؟ سلامت بخیر باشه. بیننده عزیز آردم 1300 افغانی 14 دانه 18200 افغانی شد و روغن 5 لیتر هم 14 دانه 480 افغانی 6720 افغانی و برنج جوال وطنی 14 سیرش 350 افغانی 4900 افغانی جمله شد 29820 افغانی از 31700 افغانی ما 29820 افغانی مصرف کردیم. باش تلفنم کجاست؟ اینجاست. 31700 افغانی منفی 29820 افغانی 1880 افغانی پیش ما میمونه که ایره بخیر پول زرنج و پول ریکشایی که کامرامین داخلش میشن و ما تصویر میگیریم ایره بر از اینا ان شاء الله تسلیم میگیریم. شما با ما باشین که ما دیگه که نصیب کی میشه دیگه خدا میدونه. با ما باشید. بیننده عزیز ما این طرف سعی میکنم که کدام روغن نفته کدام یک سر برنج نفته که باز بیره پرک و کم نشوه. بعد اگه برنامه ما همین قسمی هست همون تو میریم جایی که ازدحام و بیروبار باشد اونجا ما توقف نمی کنیم. جایی که نباشه باز اونجا توقف میکنیم. شما زرنج اونمونجا استاد بکنید اونمونجا بس واسه نمیجی استاد کنید استاد بکنید. اینجا یک بابا است همون را بیارم ما براشان بگویم که بار کده بوده برای ما که بابا ببینیم بابا کجا شد. ما منتظر این بابا هستیم. شما چه کنین خواه؟ این یک جای بانه که همین پلاو ما چی آرد اونجا بار بکنیم خواه؟ پلاو چی برنج غیر از دان پلاو میه شو پلاو زیاد خوردیم.
بابا بیا که بابا بار میبری؟ بار میبری؟ بابا بار میبری؟ یا ای تام چاوکا ها؟ کمردر دست دیگه خی غلطه که چی میکنی اینجا وردی؟ ها؟ یک جای دیگه میمونم دیگه. خانه کجاست؟ آن اونجا چقدر کار کردی امروز؟ هیچ کار نکردم تو کنم. نو برام ماله. نو برآمدی؟ چند نفر نانخور داری؟ 4 نفر. 4 نفر کی کار میکنه؟ کی کار میکنه؟ خدای کمر چی رقم کار میکنه؟ کمرم نام خدا خوب بسته کردم ماندی. گشته نمیتونی؟ خب بیا امروز ما بار میکنم برو خانه ببر. صحیح است؟ بیا بابا بیا. بگی یک بوچه آرد بگی بریم بابا بته. بگی یالا. این ایران بگر ببر خانه ببر باز ما میایم خواه صحیح خانه ببر ما میایم باز برو خدا حافظ هی گریه نکن خیر از خدا مهربان است برگ صف صوفه درویش ما یک مقدار اونجا یک بوجی آرد است یک سیر برنج است خواه یک روغن 5 لیتر است این پول از ما نیست این پول از یک کسی است برای ما روان کرده شما برای از او دعا بکنین خواه یک دخترک کو داره بیچاره مریض است در خارج است فقط خداوند میگه شفای عاجل برش نصیب بکنه از این خاطر رو برای ما کمی پیسه روان کرده بود ما کمی مواد خریدیم اینجا براتون تسلیم میکنم پیسه کرایه زرنج براتون میتونم خانه ببرین خوش بیاین مادر جان بیاین بیاین چند نفر چی نان خور دارین خواه خداوند جایش جنت داشته باشن بیاین اینجا مادر جان یک بوچار پرشان تا کن شوهرتان زنده است؟ خیلی کار میکنه؟ چی کار میکنی مادر جان شما؟ روزی بچه مورد چطور افراد دارم میخوانه مدینه پاکاری روزی بچه مورد دارم فیصل است یک دو پده خانه نیست خواه یمی رای است که هر کس به نوبت خود میره مادر جان ما و شما هم زنده نمیمانیم تا ابدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفتن که پیغمبر محبوب خدا بود پیغمبر ما و شما بود ما و شما هم یک روز نه یک روز میریم خواه بیا دیگه خدا مهربان است خداوند جایش جنت داشته باشد نه خداوند برتون میرسونه این میسای که حتما خداوند نصیبتان ساخته بود این میره خانه ببرین من پیسه چی را برتون میتم سلامت باشین فقط برای شادو قدسیت دعا بکنین که او بیچاره مریض است بخیر خداوند شفای عاجل نصیبشون بگردانه آمین اینی مادر جان اینی پیسه است اینی می کرایه تان هستن اینا را فقط ببرین نوش جان بکنین صحیح سلام علیکم چطور هستی بچه آی ماشاءالله ماشاءالله بخیر باشین تسلیم بده خدا حافظ مادر جان بخیر باشین خدا حافظ یک ضرب آرد است میگم میبری تا اونجا را بر تو پیسه میتو ها؟ این تو میسر سرکه 100 روپا میتو بیا یک تو
نه اونجا برو بیا دیگه برده میتونی یا نه؟ میتونم. ها؟ تو همونجا بار که برش همونجا بشین پس همونجا بشین همونجا بشین همونجا بشین میشه پدرخوانده بشینه. حالا برده میتونی یا نه؟ ها؟ بیا خیلی بیا پیش غلطک بیا نه برو بشیم که ما اینجا کار داریم صد کار برو قنده که تو برو من صدر پا میتونم تا اونجا رو ببر صحیح است؟ هیچ پیسه نه تو؟ برو میتونی؟ ها؟ برو ببر کچی رقم میبری؟ نه اوسو ببر و علیکم سلام برین ببر خانه کجاست خانه؟ کسی داری نداری؟ دارم. زنگ بزن بیا بگو ایره خانه ببره میبرم. خودت برده میتونی؟ حالی میفتی خدا نخواسته اوگار میشی؟ ها؟ اونجا در بدم میتونم. اطاعت کن نفتی خواه؟ بوری دیگرم دیگه این برگ صف صوفه درویش فقط کسی که امروز داد دمو دعا کنین خواه از شادو قدسی از دمو دعا که خداوند شفای عاجل نصیبشان بگرداند این بابا جان بخیر استفاده کن بابا یک ذره بار است میبری؟ یک ذره بار از خانه میبری؟ میبرم. چند بتون؟ بیا یک صدی میتون بیا بیار غلطه کن بیار اینجا بگی بیننده عزیز ما پوزش میخوایم معذرت میخوایم که بسیار جمع میشه مردم واقعا دیگه چی بگویم شما خودتان دیدین بگی او طرف شه همینجا خانه رو آدرس میتون برده برش تسلیم که خواه 100 افغانی برات میتون خانه کجاست؟ خانه کارتمانی کوچه 12 چند کار کردی امروز؟ امروز هیچ چند نفر نانخور داری؟ یک شکر الحمدلله یک 8 نفر است 8 نفر امر خانه ما بربر که صفحه درویش روان شما رکب سلامت باش این از کسی است با نام شادو قدسی است مریض است خداوند برشان شفای عاجل نصیب بکنه پول از بود که براتون ما باید خریدیم روان شفای کامل و عاجل بر نصیب بکنه آمین سلامت خوش هستین موفق باشین خانه آباد سلامت باشین بخیر باشین برین بخیر
بابا چی حال داری؟ خب بس بار میبری؟ این هم زرنج است. یک بوجی است، یک بوجی آرد است، یک روغن است، یک سیر برنج است. دیگه چیزی نیست. ها؟ پشت سرم شفاخانه. این شفاخانه راهنورد. دوم کوچه موتر که میبره. دوم کوچه که موتر میبره زرنج والا او طرف نمیره. ها. چند بتو؟ این کافو دل خودت من الان دستت تو چند کار کردی؟ چند بتو نه بگو میگه جنگ شدگار میگه سر شدگار. خب سایز خیمه تو جور میم بیا بوتای تا بپوش. ولی زرنجالا کار کرده او طرف نمیره. امیر برش بار کرده بی تو بیازم تو او طرف نمیری. صحیح است؟ این زرنجالا برای ما گفته بود که او طرف میریم ولی نمیره. خیمه برش بار کرده بیته 100 روپیه بتون میشه؟ امروز چند کار کرده بودی بابا اینجا بیا این طرف بیا امروز گفتی چند کار کرده بودی یه رقم کار نکردم دست اولی تو خانه چند نفر نانخور داری 8 نفر نخور دارم کی کار میکنه خود تک تنم برو این خانه ببر یک بابا همین زرنج خراب شده یک بجی آرد است امروز تا می خانه را میبری؟ اونم بلاکا اونم بلاکا میبرم چند بتون براتان؟ از تو نبرم از کی ببرم چند بتون براتان؟ دل از اختیار دیگه نه شما بگین دیگه ما نمیگم اختیارم باز دست تو خب؟ آه سایز خیلی زرنج همین خراب شده خیمه را براشان بار کو از کی سرت میسی نمیسی یا خدا چطور است امروز روزه؟ والا هست میگذره دیگه میگذره؟ توکل به خدا دیگه خانه کجا است؟ چند کار کردیم امروز؟ اگر روز پرسان کنیم ماه مبارک رمضان است راست پرسان میکنیم هیچ کار نکرده خانه کی کار میکنه؟ خانه در شورش کرام ایتم مای 2000 روپه کرام چند بچه دارین؟ بچه ها یک 7 نفر هستیم کی چند نفرشان کار میکنه؟ کارگر دیگه یک خودم هستم یک اونم خانم هم هست یک جای مای چرا بچه ها خورد است؟ بچه ها خورده سا یک خانم هم هست یک کالاشوی مولاشوی یک خانه یکان تا میره خواه یک کار مالشا میکنه ما نوقت زن گرفتیم نوقت زن گرفتیم ماشالله اینه میره خانه ببر برگ صف صوفه درویش خانه آباد خیر ببینه ای از پل یک شادخت است به نام قدسی است از خارج برای ما روان کرده بود مریض است فقط برای از دعا بکنید که در ماه مبارک رمضان خداوند دعای شما و فقیران را قبول میکند که خداوند شفای عاجل برش نصیب بکنه و شاد قدسی بخیر جور سلامت شود.
زرنج ما خراب شد، بیام یک بار اسم رو ببر. امیره بیا تا چوک ببر، 100 میتون زرنج ما خراب شد. صحیح است؟ نه نمی چوکه نه. نه لیکوزای نه چوکی مویی بس. ما گرم شد ما ایرا تنبا کردن یا لیکوزای دفعه جای گاب داد. روزه است دیگه. بخدا. میره مکان دیگه. مکان بگی نمان یک دقیقه نمان. اول می آرد بانه. آرد بانه. چند کار کردی امروز؟ همین دو روز اعتبار به خدا میکنیم ما دردتون نیاد. چند نفر نانخور داره؟ ما بیاجان اینا ما 10 نفر نانخوریم. 10 نفر؟ 5 دختر 3 بچه 8. یک من 9 زن ده. کار نکنیم. موتر ما خراب شد از این خاطر. ولی چند بودم تا اونجا رسید رو بخو صحیح است؟ چی که داد خیر بیاجان. ولی خب کار نیست دیگه، کم نگیری جاده نگیری از کجا کنی خیلی چی کنی؟ این میره ببر قرار خانه. نوش جانت. خیر ببینید. برگ سفت سفید درویش. خیر ببینید. یک دقیقه از یک کسی برای ما پول روان کرده بود با نام شادخ قدسیه میگن. بیچاره مریض است، فقط برایشان دعا بکنید ما مبارک رمضان برایشان شفای عاجل نصیب فقط کنه. ما یه نظمی که دعا بکنیم که خداوند میشد شفای عاجل بده. خدا قبول بکنه. خدا قبول او بکنه. ما یک او بکنم ما یک صوب. ما یک وسیله است. یک وسیله دیگه. فقط با خدا به دربار خداوند خود فقط دست بالا میکنه. فقط هم دست خود در درگاه نیاز از دو دراز میکنه. برکه یک آغوش بتیم. خیر ببینید خداوند. بخیر برین. سلامت باشید. سلامت خانه آباد. بخیر برین. یک نفر مانده او را ما میرم در جایی که ما زندگی میکنم اونجا است برای از او تسلیم میکنم. 13 نفر ما مواد خوراکی دادیم. این یک نفر مانده و از برادر ما بسیار زیاد تشکر میکنم. ما شما در 400 گپ زده بودیم. بله این 100 افغانی به خاطر که زحمت کشیدیم براتون ما میتون 500 افغانی میشه. خانه آباد بسیار زیاد تشکر. دیگه شما یک کار بکنین این 500 تان خانه آباد اینا را بگیرین در رکشا بار کنین. درست است؟ ام رکشا را یک ذره پیش بیار. یک ذره پیش بیار در او بار بکنین دیگه شما باز رخصت هستین. بسیار زیاد تشکر. زحمت‌هایتان رو ببخشید. وطندارای گل، بیننده های عزیز، شما میفهمید که من بسیار یک ضربه بزرگ اقتصادی خوردم. واقعا کمر مرا شکستان. ما با حمایت ارشد شما ضرورت دارم. شما اگر میخواهید که ما باز هم مثل گذشته در خدمتتان باشم، یوتیوب چنل ما را سابسکرایب بکنین، با دوستا و عزیزتان شیر بسازین تا اونا هم ما را دوباره حمایت بکنن. کسایی که ما را حمایت کرده بودن در اون چنل قبلی از یک تشکری ویژه میکنیم. من نمیفهم هر کسی که این کار کرده بود دیگه خب خداوند برشان خودشان دیگه نیکی کنه، برشان خداوند دیگه برشان یک چی بگیم دیگه نمیفهم. هرگز نخواستیم که دعای بد برشان بکنیم، فقط از دربار خداوند برشان میخوام که اصلاح شوند. واقعا ما کسی نیستم که با کسی خدا نخواسته دشمنی داشته باشم و هرگز هم شکر با کسی نداشتیم. اما واقعا یک کار شد که نباید میکردن امرای ما آنچه که خودم کردیم در برابر دیگران ارزشی تو یک کار نداشتم. واقعا ما به حمایت شما ضرورت دارم. من یک تشکری ویژه میکنم از لالا عباس که شادختش مریض است، برشان شفای عاجل میخواهیم. دیدین که آه و ناله فقرا را شما شنیدین. واقعا در این ماه مبارک رمضان دعای اینمی مردم نسبت به ما زود قبول میشن، به خاطر که اونا این را میبرن خانه نوش جان میکنن. ما میریم برای فردا، برای برنامه فردا انشالله آمادگی میگیریم. اگر بازم خواستین که در ماه مبارک رمضان برای همچین افراد کمک بکنین، ما انشالله در خدمتتان هستیم. تا برنامه بعدی که ما حیات الله شخصی در خدمتتان قرار میگیریم، همه شما را به خداوند یکتا میسپاریم. خداوند حافظتان.